سوال 9 بچه‌ها. قسمت الف گفته عبارات زیر را بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید. بچه‌ها این سوالا خیلی سوالات مهمی هستند. ببین برای اینکه بدون استفاده از قدر مطلق بنویسی باید تشخیص بدی داخل قدرت مثبت یا منفی. اگر داخل قدرت مثبت باشه خود عبارت میاد بیرون، اگر منفی باشه قرینش. ببین یکی رادیکالی یکی عدد، اول یه جنسشون کنیم که بتونیم مقایسه کنیم. این 2 چیه بچه؟ رادیکال 4 که 2 درسته. الان دوتاش رادیکالی شد. بچه علامت داخل قدر میشه علامت عدد بزرگتر، درسته؟ عدد بزرگتر هم چیه؟ رادیکال 4 که علامت نداره مثبت، اینم که منفی. خب بین رادیکال 4 و رادیکال 5 بچه ها رادیکال 5 بزرگتره، پس داخل قدرم منفیه. ببینید بچه ها قبلا میگفتیم اگه یه عدد مثبت باشه یکی منفی از هم کم میشن با علامت عدد بزرگتر. عدد بزرگترم منفیه، پس داخل قدرم منفی. حالا که منفیه قرینه‌شون میاد بیرون. قرینه 2 میشه منفی 2، قرینه منهای رادیکال 5 میشه مثبت رادیکال 5. قرینه یعنی بچه اگه مثبت باشه منفی میشه، منفی باشه مثبت میشه. قسمت دومش بچه ها گفته رادیکال 2 منهای رادیکال 3 به توان. بچه هر وقت زیر رادیکال توان 2 داشتی، توان 2 با این رادیکال خط میخوره، در حقیقت فرجش 2 خط میخوره، عدد میره داخل قدر. این 2 منهای رادیکال 3 میره داخل قدر. حالا دوباره میگی 2 رادیکال 4. الان بین رادیکال 4 و رادیکال 3 کدوم بزرگتره؟ رادیکال 4. خب رادیکال 4 علامتش چیه؟ مثبته وقتی علامت نداره، پس علامت داخل قدر مثبته. وقتی مثبته خودش میاد بیرون، دقیقاً 2 منهای رادیکال 3. پس بالایی منفی شد قرینش اومد بیرون، پایینی مثبته خودش اومد بیرون. خب قسمت ب گفته عبارت مقابل را مقایسه کنید. خب بچه ها به دستشون بیاریم بعد ببینیم کدوم کوچیک‌تره بزرگتره یا مساویه. اینجا بچه ها داخل قدرم نوشته 7 منهای 12. 7 منهای 12 چی میشه بچه ها؟ میشه منهای 5. خب قدر منفی چی میشه؟ مثبت میشه. قدر منهای 5 میشه 5. خب این سمت شد 5. این ور بچه ها قدر 7 و مثبت خودش میاد بیرون، منهای قدر 12. خب 12 مثبت خودش میاد بیرون، 7 منهای 12 میشه منهای 5. این ور شد 5 بچه ها، این ور شد منهای 5. خب 5 بزرگتره، پس علامتم اینجوری میشه. قسمت جیم گفته مقدار عددی عبارت زیر را به ازای مقادیر داده شده محاسبه کن. گفته اگر A 3 باشه B منفی 3 باشه این عبارت رو به دست بیار. خب بچه ها جایگذاری میکنیم، به جای A می نویسم 3 به اضافه B چند منهای 2، پرانتز می نویسمش اول با، به اضافه قدر دوباره A که 3. اینا وقتی بینشون هیچی نیست بچه ها یعنی ضربه، 3 ضرب در B منهای 2 مساوی با. اینجا بچه ها این مثبت در منفی میشه منفی. هر وقت چند تا علامت پشت سر هم داشتی تو هم ضربشون کن. خب 3 منهای 2 میشه 1، میشه قدر 1 به اضافه 3 دوتا بچه ها 6 تا، اینجا مثبت در منفی منفی میشه قدر منهای 6. خب قدر 1 چنده بچه ها؟ 1 خودشه به اضافه قدر منهای 6 هم 6ه. چون عدد داخل قدر منفیه قرینش میاد بیرون، قرینه منفی 6 میشه 6. حالا 1 با 6 7. سوال 10 بچه ها قسمت الف گفته برای مسئله زیر فقط فرض و حکم را مشخص کنید. ثابت کنید قطرهای مستطیل با هم نوشتن. حتی هم نوشتن که نه برابر هستن بهتر بود میگفت. خب گفته فرض و حکم مشخص کن، ثابت کنید قطرهای مستطیل با هم برابر هستن. خب بچه ها فرض و حکمش چی میشه؟ گفته ثابت کنید قطرهای مستطیل، پس شکلم چیه؟ مستطیله، با هم برابرن. خب قطر چیه بچه ها؟ ببین این آسی قطره. دقیقاً بچه ها همین سوال تو نمونه سوال قبلی هم بود، یادتونه؟ بیدی هم اون یکی قطر. پس حکمم چیه؟ آسی مساوی است با بیدی. فرض چیه بچه ها؟ این که شکل مستطیله. خب از این که شکل مستطیله چی میفهمیم؟ این که
اضلاع روبرو با هم برابرن، AB با DC برابره و AD هم با BC برابره. در مورد زاویه‌ها چی بچه ها؟ هر 4 تا زاویه با هم برابرن و 90 درجه. پس فرضم این بود که شکلم مستطیله. وقتی شکل مستطیله بچه ها میدونیم ضلع‌های روبرو با هم برابرن، هر 4 تا زاویه 90 درجه است. حکمم هم چی بود؟ قطرها با هم برابرن. گفته ثابت کن قطرها با هم برابرن. چیزی که بعد از ثابت کنید میده یعنی حکمه. قطرها چی هن؟ آسی و بیدی. بچه ها اینو منتها میخوام اینجا براتون اثبات کنم. نگفته اثبات کنید ولی میخوام اثباتشو بهتون بگم. خب ببینید بچه ها، شما فرض کنید الان میخوای اینو اثبات کنید. ببینید میخوام ثابت کنیم آسی با بیدی برابره، یعنی این خط آبی با خط قرمز برابره. چیکار میکردیم بچه ها؟ گفتم میگردی 2 تا مثلث پیدا میکنی، هر زمان که ازت خواست ثابت کنی 2 تا پاره خط با هم برابرن. 2 تا مثلث پیدا میکنی که آسی ضلع یکی باشه، بیدی ضلع اون یکی. الان آسی ضلع کدوم مثلث هست بچه ها؟ ببین هم این مثلثه هم این مثلث بالایی. کدومو در نظر بگیرم؟ هیچ فرقی نداره، هر کدوم که دوست داری. پس من آسی رو میگیرم ضلع این مثلث پایینی. بالایی رو میگرفتی بچه ها درست بود، هیچ فرقی نداره. خب حالا یه مثلث دیگه در نظر میگیرم که بیدی ضلعش باشه. بیدی هم بچه ها باز ببین هم تو این مثلث اینوری هم تو اینوری. کدومو در نظر بگیرم؟ بازم فرقی نداره، من این یکی مثلث رو در نظر میگیرم. خب پس ببین الان من یه مثلث صورتی دارم، یه مثلث خالخالی آبی. من اگر ثابت کنم این 2 تا مثلثان بچه‌ها با هم نوشتن، طبق اجزای متناظر ثابت میشه که آسی هم با بیدی برابر. خب بچه‌ها چی بنویسیم برای هم نوشته این 2 تا مثلث؟ ببین یکی این مثلث، این صورتیه رو بچه‌ها ببین این مثلث صورتیه، یکی این مثلث آبیه. خب برای اینکه ثابت کنیم هم نوشتن بچه‌ها از فرضمون شروع میکنیم. ببین اولیش چیه؟ آدی مساوی است با BC. درسته؟ ببین آدی از این با BC از این برابر، طبق فرض می نویسی. دیگه چی با چی برابره بچه ها؟ این زاویه تو این صورتیه با این زاویه تو آبی برابر نیست. چرا؟ زاویه دی هم مساوی است با زاویه C مساوی با 90 درجه. اینم طبق فرض. خب یه ضلع و یه زاویه رو نوشتم، کافیه ثابت کنم اون یکی ضلعم برابره که طبق حالت 2 ضلع و زاویه بین. خب بچه این ضلعشون با هم برابره. بله ببین تو هر 2 تا مشترک، این هم تو این مثلث صورتیه هم تو مثلث آبی. پس DC هم مساوی است با DC ضلع مشترک. خب حالا به چه حالتی حملش میشن بچه ها؟ به حالت برابری 2 ضلع و زاویه بین. ببین این ضلع و این ضلع، این زاویه بینشون، این ضلع با این ضلع زاویه بینشون، مثلث ADC هم نهشته با مثلث BCD. حالا که هم نهشتن در نتیجه طبق اجزای متناظر AC هم مساوی میشه با BD. بچه ها ببین تو این سال اثباتش رو از شما نمیخواست، خب ولی من چون تو سال قبلی هم فقط فرض و حکم خواسته بود، اینجا هم فرض و حکم، اثباتش هم نوشتم که اگه تو امتحانت اومد بدونی چطوری بنویسی. خب قسمت ب بچه ها گفته محل برخورد ارتفاعی هر مثلث همواره درون مثلث است. گفته برای جمله زیر یک مثال نقص بیاورید. مثال نقص چیه بچه ها؟ مثالی که درستی ادعا رو رد میکنه. اینجا گفته محل برخورد ارتفاعی هر مثلث همواره درون مثلث. شما باید یه مثلثی بگی که محل برخورد ارتفاعش داخل مثلث نباشه، درون مثلث نباشه، بعد اینو نقضش کنی. ببینید بچه ها اگر یه مثلث داشته باشی یه زاویهش باز باشه، مثل این مثلث بچه ها، ببین این یه زاویهش باز، محل برخورد ارتفاع کجا میشه بچه ها؟ ببینید بچه ها ارتفاع یعنی چی؟ یعنی از رأس عمود بشه به ضلع مقابل.
ببینید بچه ها برای این رأس داریم، ولی برای این رأس و این یکی رأس باید ما اینا رو امتداد بدیم بچه ها. اینو اگه امتداد بدم ارتفاعش میشه اینجا، اینو اگه امتداد بدم ارتفاع این میشه اینجا. خب حالا اینا رو بچه ها اگه بخوام به هم وصل کنم، ببین محل برخورد ارتفاع میشه بیرون مثلث. اگرم گفت شکلشو بکشید دقیقا اینجوری میکشید. درست شد بچه ها؟ پس می نویسی اگر در مثلث یک زاویه باز باشد محل برخورد ارتفاع بیرون مثلث. حالا اگر مثلث قائم و زاویه هم باشه بچه ها باز درون مثلث نمیشه. توی مثلث قائم و زاویه بچه ها ارتفاع رو بخوای رسم کنی، ببین از این رسم بخوای عمود کنی به این ضلع مقابلش دقیقا همین میشه ارتفاعش خودش. از این رسم بخوای عمود کنی به این ضلع دقیقا ارتفاعش میشه این خود ضلع. از این رأس بخوای عمود کنی میشه کجا؟ میشه اینجا. حالا بچه این سه تا کجا هم دیگه رو قطع کردن؟ رو رأس زاویه قائمه. پس 2 تا مثال نقض میتونی براش بیاری، هر 2 تا رو میتونی بنویسی. حالا بچه یه نکته دیگه هم بهتون بگم، ببین محل برخورد ارتفاع ها اگر مثلثت یه زاویه باز داشته باشه بیرون مثلثه، محل برخورد عمود منصفه هم بچه به همین صورت. اگر مثلثت یه زاویه باز داشته باشه محل برخورد عمود منصفه هم بیرون مثلثه. و در مورد مثلث قائم الزاویه بچه ها اگر مثلث قائم الزاویه باشه محل برخورد ارتفاع تو رأسه، محل برخورد عمود منصف ها بچه ها میشه روی وتر، دقیقا وسط وتر. ولی درون مثلث کیه؟ وقتی مثلثت هر 3 تا زاویهش تند باشه. ببین یعنی کمتر از 90 درجه باشه، محل برخورد ارتفاع و عمود منصف درون مثلث. ولی بچه ها محل برخورد نیمسازها و میانه ها در هر مثلث درون مثلث است. پس ببینید محل برخورد نیمساز و میانه تو هر مثلثی، چه هر 3 تا زاویهش تند باشه، چه قائم الزاویه باشه، چه یه زاویه باز داشته باشه، درون مثلث. ولی در مورد ارتفاع و عمود منصف همیشه درون مثلث نیست. مثال نقضاش هم بهتون گفتم. خب این گفته مثال نقض بیاورید، دقیقا می نویسید بچه ها اگر مثلث قائم الزاویه باشد محل برخورد ارتفاع ها روی رأس زاویه قائم است، یا اگر در مثلث یک زاویه باز باشد محل برخورد ارتفاع ها بیرون مثلث است. این توضیحات رو می نویسید بچه ها. سوال 11 گفته در مثلث متساوی ساقین ABC نیمساز زاویه آ را رسم کردیم، ثابت کنید BM با MC برابر است. بعد خودش بچه اینا رو نوشته براتون. خب پس جدول فرض و حکم نکشیده، یعنی فرض و حکم نیاز نیست بنویسید. ولی خب بچه شروع کنیم ببینیم چطوری اثبات کنیم. فرض چیه حکم چیه؟ بر خودتون بچه بنویسید، خیلی راحت ترید. فرض حکم. فرض چیه؟ اطلاعات مسئله چی داره بهم میگه؟ صورت مسئله تو دقیق بخون. گفته در مثلث متساوی ساقین ABC. همینجا وایسا. گفته این مثلث چیه؟ متساوی ساقین. یعنی چی؟ یعنی این 2 تا ساقش با هم برابر، یعنی AB مساوی است با AC. بچه‌ها وقتی مثلث متساوی ساقین باشه این زاویه پای ساق هم با هم برابره. زاویه B مساوی است با زاویه C، ولی معمولا حالتهای هم نشتی نمی نویسیمش. خب اگر دیدی حالت هم نشتی کم آوردی اینم می نویسی. بعد چی گفته؟ گفته نیمساز زاویه آ را رسم کرد. پس این AM چیه؟ نیمساز. نیمساز یعنی چی؟ یعنی زاویه رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنه. پس A1 هم مساوی است با A2. پس ببینید بچه ها شما باید سریع وقتی یه عبارت فارسی بهت میده بتونید معادل ریاضیشو بنویسید. به محض اینکه میگی مثلث متساوی ساقین میفهمی این 2 تا ساقش با هم برابرن. به محض اینکه میگی این نیم سازه یعنی این 2 تا زاویه با هم برابرن، این زاویه رو از وسط نصف میکنه. حالا چی گفته؟ گفته ثابت کنید. بچه همیشه چیزی که بعد از ثابت کنید، بعد از نشان دهید، بعد از دلیل آورید میاد میشه حکمه، چون خواسته مسئلته. از تو میخواد ثابت کنی که چی؟
BM مساوی است با MC. خب چطوری ثابت میکنیم بچه ها؟ باید ثابت کنم BM مساوی است با MC. گفتم هر وقت بهت گفت ثابت کن 2 تا پاره خط یا 2 تا ضلع با هم برابرن، میگردی 2 تا مثلث پیدا میکنی که اینا هر کدوم ضلع یک کدوم از مثلث ها باشه. بعد ثابت میکنی 2 تا مثلث هم نوشتن، بعد طبق اجزای نظیر میگین 2 تا با هم برابرن. خب BM بچه ها تو کدوم مثلثه؟ ببین BM اینجاه، تو این مثلث. MC بچه ها کجاه؟ اینجاه، تو این مثلث. پس من اگر ثابت کنم این 2 تا مثلث من هم نوشتن طبق اجزای نظیر بچه ها همه ضلع هاشون رو هم دیگه قرار میگیره دیگه. پس BM با MC برابر میشن، دقیقا رو هم قرار میگیرن. خب چی بنویسیم بچه ها برای هم نوشتین 2 تا مثلث؟ یکی این که AB مساوی است با AC طبق فرض. دیگه چی بچه ها؟ A1 مساوی است با A2، خودش گفته نیم سازه. دیگه چی؟ ببین این AM ضلع مشترکه بچه، این ضلع مشترک رو تو حالتهای هم نوشتیتون بنویسید. AM هم مساوی است با AM ضلع مشترک. این هم که چی بود؟ طبق فرض بود چون گفته بود نیم ساز. خب در نتیجه بچه ها ببین این علامت چیه؟ هم نوشتی. کدوم 2 تا مثلث هم نوشت شدن؟ مثلث ABM هم نوشت شد با مثلث ACM. حالا که این 2 تا هم نوشت شدن طبق اجزای متناظر BM هم مساوی است با MC. بچه اینجا خب من نوشتم AM مساوی است با AM، شما میتونستی B مساوی با C هم بنویسی، ولی حالت هم نوشتیش الان میشه 2 ضلع و زاویه بین. اگه اونو مینوشتی میشه 2 زاویه و ضلع بین، پس اونم میتونی بنویسی. حالا بچه ها این سوال رو به یه صورت دیگه هم میتونست بده. به جای اینکه بگه ثابت کنید BM با MC برابره، میگفت ثابت کنید AM میانه نیست هست. بچه ها برای اینکه AM میانه باشه یعنی از رأس بیاد وسط ضلع مقابل. دقیقاً یعنی باید ثابت میکردی BM با MC برابره. اگر BM با MC برابر باشه این AM میانه هم هست. پس اگر میگفت AM نیم سازه ثابت کن میانه هم هست، دقیقاً همین مراحل رو میرفتی. خب سوال 12 بچه ها گفته نشان دهید زاویه های متقابل به رأس با هم برابر. بچه زاویه متقابل به رأس یعنی چی؟ یعنی زاویه هایی که روبرو به همن. الان اینجا O1 روبروی O3، پس حکم چیه؟ ثابت کن O1 مساوی است با O3. بچه ها این اثبات کنید یکی از اون 3 تا اثبات کنیداییه که نیاز به همنشتی مثلث ها ندارید. بچه ها 3 تا اثبات کنید دارید که برای اثبات اینا نیاز به همنشتی مثلث ها ندارید. تو بقیه اثبات کنید و بچه ها تو همه باید بگردید 2 تا مثلث پیدا کنید. حالا یا مستقیم بهت میگه ثابت کن 2 تا مثلث هم نوشتن، یا مثل اینجا مثلا میگه ثابت کن 2 تا ضلع با هم برابرن یا 2 تا زاویه با هم برابرن. خب اینو بچه ها چطوری می نویسیم؟ ببین این خط رو در نظر بگیر. این زاویه نیم صفحه نیست بچه ها. چرا؟ زاویه نیم صفحه چند درجه است؟ 180 درجه. پس O1 به اضافه O2 180 درجه است. درست؟ حالا از طرفی بچه ها این یکی خط رو در نظر بگیر. این خط صورتیه. باز دوباره اینم چنده؟ 180. یعنی O2 به اضافه O3 هم 180 درجه است. خب از اینجا چی نتیجه میگیرم بچه ها؟ هر وقت 2 تا تساوی داشتی یه سمتشون دقیقا با هم برابر بود، این سمتشون هم با هم برابر. چون این سمتشون 180 با هم برابره، پس این O1 به اضافه O2 هم مساوی است با O2 به اضافه O3. حالا بچه ها هر وقت یه تساوی داشتی 2 طرف تساوی یه جمله مثل هم داشتی، خب بینشون جمع و تفریق بود، یکی از جملاتت مثل هم بود، میتونی از 2 طرف هم خط بزنی. ببین O2 اینور هست اینور هم هست، میتونی با هم خط بزنی. چیمون بچه ها؟ O1 مساوی است با O3. پس حکمم ثابت شد بر اساس چیزایی که از قبل میدونستیم، همون زاویه نیم صفحه. خب بچه اون 2 تا اثبات کنیدم بهتون بگم که نیاز به همنشتی مثلث ها ندارن.
ببینید بچه ها، یکیش اینه که ثابت کنید مجموع زاویه‌های داخلی مثلث 180 درجه است که اثباتش دقیقاً اینه بچه ها. اگه شکل نداشت خودت این شکل رو میکشید، دقیقاً این مراحل رو مینویسید. یکی اینه، یکی هم که همینه که الان اثباتش کردیم که نشان دهید زاویه متقابل به رأس با هم برابرند. یکی هم اینه بچه ها، ثابت کنید در هر مثلث اندازه زاویه خارجی با مجموع اندازه دو زاویه داخلی غیر مجاورش برابر. پس این سه تا اثبات کنید، نیاز به همنشینی ندارن دیگه. هر اثبات کنیدی بهتون داد بچه‌ها، شما باید بگردید دو تا مثلث پیدا کنید، ثابت کنی هم نوشتن. سوال 13 بچه‌ها، قسمت الف گفته مقیاس یک نقشه 1/200 می باشد و فاصله دو نقطه روی نقشه 4.5 سانتی متر است. فاصله این دو نقطه در طبیعت چند متر است؟ خب بچه‌ها مقیاس رو قبلا هم حل کردیم. مقیاس اینجوری می‌نویسیم 1/200. کوچیکه میشه نقشه، بزرگی چیه؟ طبیعت یا واقعی. خب فاصله دو تا نقطه روی نقشه رو به من داده 4.5 سانتی متر. پس بالا چنده؟ 4.5. روبروی نقشه می‌نویسی 4.5. پایینی رو میخواد. فاصله این دو نقطه در طبیعت چند متر است؟ بچه حواست به این واحدش باشه. خب اول x رو به دست بیاریم بچه ها. x چی میشه؟ طرف مسطحین کنیم. x میشه 200 ضرب در 4.5 مساوی با 2 تا صفرش رو میذاری بچه ها. 2 5 تا 10 تا 1 2 4 تا 8 تا با 1 9. یه رقم هم ممیز میزنیم، میشه چی؟ 900 سانتی متر. بچه ها چون بالایی سانتی متر بود، پایینی هم سانتی متر به دست میاد. منتها چی میخواد؟ بر حسب متر میخواد. بچه ها برای تبدیل سانتی متر به متر چیکار میکنید؟ تقسیم بر 100 میکنید. 900 تقسیم بر 100 میشه 9. میشه 9 متر. پس حواستون به این تبدیل واحدا باشه بچه ها. ببین هر چی که خودش داد پایینی هم همون میشه. ببین این سانتی متر با این خط میخوره. ببین این بدون واحده، پس این دوتا مثل هم بود. بر حسب سانتی متر به دست آوردیم، منتها بر حسب متر میخواد. میای چیکار میکنی؟ سانتی متر به متر تقسیم بر 100 میکنی. حالا بچه یه نکته دیگه در مورد مقیاس بهتون بگم. اگر همین مقیاس رو میداد، بعد میگفت اندازه زاویه، خب تو نقشه اندازه زاویه بین دو تا نقطه تو نقشه 30 درجه است، اندازه همون زاویه تو طبیعت چند درجه است؟ بچه ها اگر زاویه بهت داد حواست باشه. ببین نقشه با اون اندازه تو طبیعت متشابهن. وقتی متشابهن اندازه زاویه های متناظر با هم برابر. پس هر وقت گفت زاویه تو نقشه 30 درجه است، همون زاویه تو طبیعت یا تو واقعی چنده؟ میگی همون 30 درجه. زاویه تغییر نمیکنه بچه ها. پس حواستون باشه. خب قسمت ب گفته مستطیلی به طول 10 و عرض x منهای 2 با مستطیل دیگری به طول 5 و عرض 3 متشابه است. مقدار x را پیدا کنید. بچه ها هر وقت گفت مستطیلا با هم متشابه هم، یادتونه تو مثلث میگفتیم 3 تا خط کسری میکشیم، تو مستطیل 2 تا. چرا؟ مستطیل فقط یه طول داره یه عرض. تو مستطیل برای اینکه 2 تا مستطیل متشابه باشن باید نسبت طولها به هم مساوی باشه با نسبت عرضها به هم. خب پس تو مستطیل اینجوری می‌نویسیم. خب طولها بچه‌ها، طول یه مستطیل هم 10 می‌نویسم بالا، طول اون یکی چنده؟ 5 می‌نویسم پایین. عرض بچه‌ها همین مستطیلی که طولشو بالا نوشتی، عرض همونو می‌نویسیم بالا. پس ببین یه مستطیل طول عرضش بالا، اون یکی طول عرضش پایین. عرض این یکی 3. درسته بچه‌ها؟ از اینجا باید x رو به دست بیارم. پس چون گفت متشابه 2 تا خط کسری میکشی، نسبت طولها به هم باید مساوی باشه با نسبت عرضها به هم. خب اینو ساده تر کنیم بچه‌ها. 5 به 5 1، 10 به 5 2. خب حالا طرف مسطحین این دوتا رو تو هم ضرب کن، میشه x منهای 2 مساوی با، از این ورم بچه‌ها 3 2 تا 6 تا. یا اینکه مستقیم بچه‌ها چی میگفتی؟ میگفتی یک چی شده؟ شده 3. 3 برابر شده. پس 2 هم باید 3 برابر میشه بشه چی؟ x منهای 2. پس x منهای 2 میشه 6. با هر دو تا روش میتونید برید. خب از اینجا x رو به دست، x مساوی با 6 منهای 2 بیاد این ور، میشه مثبت 2 میشه 8. پس x شد 8. خب حالا میخواید ببینید درست به دستش آوردی یا نه. ببین این 10 بود، طولش شد 5، نصف شد. درسته؟ خب 8 رو منهای 2 کن، میشه 6.
پس 6 هم که ارزشه باید نصفشه. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. پس درست به دست آوردیم. خب بریم سراغ سوال 14 بچه‌ها. سوالات مربوط به فصل 4. گفته حاصل هر عبارت را به دست آورید. قسمت الف منفی 2 به توان منفی 3. بچه‌ها برای اینکه حاصلش رو به دست بیاری باید توانش رو مثبت کنید. ببین بچه‌ها توان منفی رو چطوری مثبت می‌کردیم؟ پایه رو معکوس می‌کردیم. میشه منفی. خب 2 بچه‌ها وقتی مخرج نداره یعنی مخرجش چیه؟ 1. انگاری این بوده 2 یکم، معکوسش کنیم میشه 1 دوم به توان 3. ببین پایه رو معکوس کردم، توان قرینه شد مثبت شد، میشه منفی 1 به توان 3 1 2 به توان 3 8. پس میشه منفی 1 هشتم. بچه‌ها وقتی میگه حاصل عبارت رو به دست آورید یعنی قشنگ به دستش بیار، به صورت تواندار دیگه نباشه. خب این یکی بچه‌ها ضرب 2 تا رادیکال تو هم داری بچه‌ها. ببین عددا رو تو هم ضرب می‌کنی، رادیکالا رو تو هم. 3 5 تا 15. بچه‌ها من میتونم این 2 تا رادیکال رو تو هم ضرب کنم؟ بله. تنها شرطی که برای ضرب رادیکالا داری اینه که فرجه هاشون با هم برابر باشه. ببین فرجه هر 2 تا 3 فرجه به این عدد پشت رادیکالت میده. پس اینا رو تو هم ضرب میکنم میشه 4 ضرب در منفی 2 با فرجه 3 میشه 15 رادیکال منفی 8 با فرجه 3. فرجه 3 منفی 8 هم چی میشه بچه‌ها؟ میشه منفی 2. 15 در منفی 2 میشه منفی 30. خب بریم سوال 15 بچه‌ها. گفته حاصل هر عبارت را به صورت عددی تواندار بنویسید. ببین اینجا دیگه به صورت عدد تواندار بنویسی کافیه، نیاز نیست که حاصلشو به دست بیاری. 6 هفتم به توان 2 ضرب در 3 هفتم به توان منفی 2. بچه‌ها تو ضرب و تقسیم اعداد تواندار همیشه شما باید بگردید دنبال پایه یا توان برابر که بتونید طبق قواعدش برید. ببین اینجا نه پایه ها مثل همه نه توان ها، ولی توانات رو نگاه کن، یکی 2 یکی منفی 2. میتونم مثل همشون کنم؟ بله. ببین 6 هفتم به توان 2 رو بنویس ضرب در اینجا وقتی منفی 2 بخواد بشه مثبت 2 چیکار میکنیم؟ وقتی پایه رو معکوس کنی توان قرینه میشه. پس به جای 3 هفتم بنویسم 7 سوم، توان منفی 2 میشه مثبت 2. پس متوجه شدید بچه‌ها؟ اومدم پایه رو معکوس کردم توان قرینه شد. خب حالا رسیدم به ضرب 2 تا عدد تواندار با توانهای برابر. وقتی توانها برابر باشه بچه‌ها پایه ها رو تو هم ضرب میکنید، یکی از توانها رو مینویسی. 6 هفتم ضرب در 7 سوم به توان 2. حالا اینجا ساده شون میکنیم. 6 به 3 2 3 به 3 1 7 هم که با 7 ساده میشه 2 به توان 2. بچه دیگه نیاز نیست 4 بنویسید. چرا؟ چون خودش گفت به صورت عدد تواندار بنویسید. تا همینجا تمومش میکنیم. بریم سراغ بعدی بچه‌ها. 4 به توان منفی 3 ضرب در 4 به توان 2 به توان 3. خب اول ساده ترشون کنیم. 4 به توان منفی 3 رو مینویسم ضرب در 4. بچه‌ها وقتی 2 تا توان داشته باشی بینشون پرانتز باشه این توان‌ها تو هم ضرب میشن، میشه 4 به توان 2 3 تا 6 تا. حالا بچه‌ها ضرب 2 تا عدد تواندار با پایه برابر چیکار میکنیم؟ یکی از پایه ها رو مینویسید، توانا با هم جمع میشه. تو ضرب بچه‌ها وقتی پایه ها برابر بود پایه ها رو مینویسید، یکی از پایه ها رو توانا با هم جمع میشه، ولی تو تقسیم یکی از پایه ها رو مینویسید توانا از هم کم میشه. خب میشه 4 به توان منفی 3 به اضافه 6 میشه 3. پس میشه 4 به توان 3. حالا بچه‌ها این نکته رو بهتون بگم. ببین این 4 به توان 2 به توان 3 چون پرانتز بود شد 4 به توان 2 3 تا 6 تا. حالا اگر پرانتز نباشه چی باشه؟ 4 به توان 2 به توان 3. اینجا بچه‌ها چیکار میکنی؟ اول میای 2 رو به توان 3 میرسونی که میشه چند؟ میشه 8. پس میشه 4 به توان 8. پس حواستون باش. ببین یه پرانتز کلا جواب رو عوض میکنه. اگر پرانتز باشه این توانات تو هم ضرب میشن، ولی اگر نباشه اول 2 به توان 3 میرسه بعد 4 میشه به توان اون عدد. خب سوال 16 بچه‌ها قسمت الف گفته نمایش علمی عدد مقابل را بنویسید. نمایش علمی یا همون نماد علمی بچه‌ها، نماد علمی میگفت بهتر.
خب نماد علمیشو میخوایم بنویسیم. تو نماد علمی میگفتیم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ میگفتیم ممیز رو جابجا میکنیم، میذاریم جایی که پشت ممیز فقط یه رقم غیر صفرش. خب بچه‌ها این که ممیز نداره، بچه‌ها عددی که ممیز نداره ممیزش اینجاست بعد از آخرین رقمش. خب اینو جابجا کن ببر جایی که پشتش فقط یه رقم باشه. ببین اینو باید بیاری سمت چپ بذاری اینجا که بذاری پشتش فقط یه رقم. اگه بذاری اینجا پشتش میشه 2 رقم، میشه 85 که بین 1 تا 10 هم نیست. پس این میشه 8 و نیم. این صفرایی هم که بچه بعدش عدد نیست دیگه نمی نویسیم. ضرب در 10 به توان ممیزه چند تا جابجا شد؟ 1 2 3 4 5 تا. توانش هم چیه بچه ها؟ مثبته. ببین خیلی بزرگ بود دیگه. بود چند؟ بود 850,000 شد 8 و نیم. کوچیک شد پس توانش باید مثبت باشه تا برگرده به حالت اولیه. خب قسمت ب گفته نمایش اعشاری عدد مقابل رو بنویس. برای نمایش اعشاری چیکار می‌کردیم بچه‌ها؟ توان 10 تو نگاه کن 6 مثبت یا منفی؟ مثبت. وقتی مثبت ممیز باید 6 تا بیاد جلو. خب دو تا بیاد جلو بچه‌ها میرسه اینجا. 53 رو می‌نویسم. خب 2 تا اومد جلو. 6 تا بعد میومد 4 تا دیگه باید بیاد. به جای اون 4 تا چی میذاریم؟ 0 میذاریم. بعد ممیز میاد کجا؟ میاد اینجا که میتونی ننویسی. ممیز جلوی عدد رو میتونی ننویسی ولی اگه پشت عدد باشه حتما میذاری، پشتش هم یه 0 میذاری. پس این شد تا اینجا. ببین 2 رقم اومد شد 53. 4 تا دیگه باید بیاد جلو. اون 4 تایی که نداره 0 میذاری. سوال آخر بچه‌ها قسمت الف گفته حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. بچه‌ها جمع و تفریق رادیکالا داریم. قبلا هم بهتون گفتم تو جمع و تفریق رادیکالا بچه‌ها زمانی میتونی رادیکالا رو با هم جمع و تفریق کنی که هم فرجه ها برابر باشه هم عدد زیر رادیکال. اینجا بچه‌ها فرجه ها نوشته نشده هر سه تا 2 ولی عددهای زیر رادیکال مثل هم نیست. چیکار می‌کنی؟ باید مثل همشون کنیم. رادیکال 50 و بچه‌ها چی می‌نویسیم؟ گفتیم به صورت ضرب 2 تا عدد می‌نویسیم که یکیش جذر کامل داشته باشه که از زیر رادیکال بیاد بیرون. ببین چون زوجه بیا از 2 شروع کن. 2 چند تا میشه؟ 50 تا. 2 25 تا. 25 جذر کامل داره. بله. خب 25 جذرش میشه 5. رادیکال 2 رو هم می‌نویسم. پس به جای این می‌نویسم 2 به جای رادیکال 50 میشه 5 رادیکال 2. خب رادیکال 18 چی بچه‌ها؟ 18 زوجه میشه 2 9 تا. ببین 9 جذر کامل داره. دقیقاً رادیکال 9 میشه 3. رادیکال 2 هم که 2 زیر رادیکال میمونه. پس میشه به اضافه 3 رادیکال 2 منهای 7. 2 هم که عدد اول دیگه تجزیه نمیشه. 7 رادیکال 2. الان ببینید بچه‌ها خب این دوتا رو تو هم ضرب کنم. بینشون ضرب 2 5 تا 10 شد 10 رادیکال 2 به اضافه 3 رادیکال 2 منهای 7 رادیکال 2. ببین رادیکالات دقیقا مثل همن. هم عدد زیر رادیکال هم فرجه‌اش. الان با هم جمع و تفریق میشن. منتها چطوری جمع و تفریق میشدن بچه‌ها؟ فقط ضرایبشون با هم جمع و تفریق میشن. 10 با 3 بچه‌ها 13. 13 منهای 7 6. بعد این رادیکال هم میذاری کنارش. حتما حواست باشه این رادیکالش هم مینویسی کنارش. درست شد؟ مثل میگفتیم بچه‌ها چی؟ میگفتیم رادیکال 2 رو مثلا بگیر سیب. بگو 10 تا سیب با 3 تا سیب منهای 7 تا سیب چی میشه؟ میشه 6 تا سیب. حالا بچه‌ها برای فرجه 3 هم براتون بنویسم چون تو اون نمونه سوالم فرجه 2 بود. یه فرجه 3 هم براتون حل کنم. خب برای فرجه 3 بچه‌ها اگر باشه مثلا 5 رادیکال 2 با فرجه 3 به اضافه 3 تا رادیکال 54 با فرجه 3 منهای 4 تا رادیکال 128 با فرجه 3. خب اینو چطوری حل میکنیم بچه‌ها؟ ببینید باز دوباره فرجه ها مثل همه. بینشون جمع و تفریقه. فرجه ها مثل همه ولی عدد زیر رادیکال مثل هم نیست. بیایم ببینیم میتونیم مثل همشون کنیم. خب 2 که دیگه ساده تر نمیشه. 54 رو بچه‌ها باید به صورت ضرب 2 تا عدد بنویسم که یکیش چی باشه؟ ریشه سوم داشته باشه. اینجا بچه‌ها میگفتی یکیش جذر داشته باشه. خب یعنی انگاری ریشه دوم داشته باشه از زیر رادیکال بیاد بیرون. اینجا برای اینکه از زیر رادیکال بیاد بیرون باید یکیش ریشه سوم داشته باشه. بین همون عددهایی که بهتون گفتم حفظ کنید. حالا اینجا دوباره بنویسمشون بچه‌ها.
حالا یک که اینجا نیاز نیست، از 8 شروع کنم، بعد 27 فرض 3 27 3 فرض 3 64 4 فرض 3 125 5 فرض 3 216 6 و فرض 3 1000 10 بچه. این عددا رو حفظ باشید بچه، این فرض 3 ها رو حفظ باشید. یکم که بچه ها میشه یک خودش. خب حالا من باید 54 به صورت ضرب دو تا عدد بنویسم که یکیش یکی از اینا بشه بچه ها، که ریشه سوم داشته باشه. خب 54 زوجه بچه ها. وقتی زوجه اول بیا به صورت ضرب دو توی عدد بنویس ببین میشه یا نه. ببین دو چند تا میشه 54 تا بچه ها؟ 2 27 تا. 54 تقسیم بر 2 کن میشه 27. خب بچه ها 27 ریشه سوم داره؟ بله. پس ببین اینا رو من اگه جدا بنویسم، اینجا هم بچه ها اینا رو باید دقیقا مثلا میشد رادیکال 2 در رادیکال 25، ولی خب چون این مدل رو قبلا حل کرده بودم دیگه یه دفعه جواب آخر نوشتم. الان ریشه سوم 27 یا فرضیه سومش میشه 3، پس میشه 3 رادیکال 2 با فرضیه 3. خب 128 هم بنویسیم بچه ها. ببین 128 هم زوجه. اول ببین به صورت ضرب 2 توی عدد بنویسیم اون عدد ریشه سوم داره یا نه. بچه ها 128 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 64. ببین 64 هم دقیقا بین این عددام هست. ببین وقتی حفظ باشی سریع میفهمی 64 ریشه سوم داره. پس اینم میشه رادیکال 2 با فرضیه 3 ضرب در ریشه سوم 64 که ریشه سوم 64 بچه ها 4. ریشه سوم یعنی چی بچه ها؟ یعنی چه عددی 3 بار تو خودش ضرب کنیم میشه 64. 4 4 4 تا 16 تا 16 4 تا 64. پس اینم میشه 4 رادیکال 2 با فرضیه 3. حالا جایگذاری کنیم بچه ها، میشه 5 رادیکال 2 با فرضیه 3 به اضافه 3 تا به جای ریشه 3 54 می‌نویسیم 3 ریشه 3 2 منهای 4 تا به جای رادیکال 128 با فرضیه 3 هم می‌نویسیم 4 رادیکال 2 با فرضیه 3 مساوی با. خب اینا اینجا بنویسم بچه ها، میشه 5 رادیکال 2 اینا بینشون ضربه بچه ها 3 3 تا 9 تا منهای 4 4 تا 16 تا فرضیه 3. خب حالا بچه ها نگاه کنید خوشگل تو همشون یه ریشه 3 2 داریم. خب رادیکال 2 با فرضیه 3 رادیکالات دقیقا مثل هم شد، هم فرضیه هاشون هم عدد زیر رادیکال. الان چیکار میکردیم؟ ضرایبشون رو با هم جمع و تفریق میکردیم. 5 و 9 بچه ها 14 منهای 16 میشه چند؟ میشه منهای 2. این رادیکالش هم میذاری کنارش، حتما این رادیکال مشترک هم مینویسی کنارش. خب اینم بچه ها از جمع و تفریق اعداد با ریشه سوم یا فرضیه سوم. بریم قسمت ب بچه ها. گفته مخرج کسر مقابل را گویا کنید. بچه ها گفتیم گویا کردن یعنی چی؟ یعنی مخرجت رادیکالی نباشه. ببین الان رادیکال 2 چیه؟ گنگه. وقتی میگه گویاش کن یعنی حالت گنگ درش بیار، یعنی دیگه رادیکالی نباشه. چی کار میکنیم بچه ها؟ خودشو مینویسیم ضرب در خط کسری. گفتم بچه ها نگاه میکنی رادیکالت اگر فرضش 2 باشه، وقتی فرض نوشته نشده 2 میای صورت و مخرج تو خود رادیکال ضرب میکنی. ببین چقدر راحت تو خود رادیکال مخرج صورت ها رو تو هم ضرب میکنی. 5 رادیکال 2 مخرج ها بچه ها 2 تا رادیکال مثل هم با فرضیه 2 وقت تو هم ضرب بشن چی میشد؟ عدد از زیر رادیکال میومد بیرون. یا میگی رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 2 2 تا 4 تا رادیکال 4 که میشه همون 2. خب بچه ها فرض 3 هم براتون بنویسم چون تو اون یکی نمونه سوالم فقط فرض 2 بود. مثلا بچه ها باشه 5 به روی رادیکال 2 با فرض 3 دقیقا همین. خب منتها فرضش 3 بشه. اینجا چیکار میکنیم بچه ها؟ بازم یه ضربه در یه خط کسر. اینجا هم بچه ها 2 تا رادیکال مینویسی با فرض، چون فرضش 3 با فرض 3 پایت هم همین 2 رو مینویسی. خب حالا توانش رو باید دقت کنیم بچه ها. یه عدد وقتی زیر رادیکال فرضش 3 چه زمانی میاد بیرون؟ ببین
قبلا میگفتی رادیکال آ به توان 2 میشد چی؟ میگفتی این توان 2 با رادیکال خط میخوره، این میره داخل قدر مطلق، یعنی در هر صورت میاد بیرون از زیر رادیکال. خب بچه‌ها برای فرجه 3 باید این عدد زیر رادیکال توانش 3 باشه، یعنی هر وقت بچه‌ها توانت با فرجه مثل هم باشه عدد از زیر رادیکال میاد بیرون. تو فرجه 3 بچه‌ها خود عدد میاد بیرون، داخل قدر نمیره. اینجا هم بچه‌ها چی شد که عدد اومد بیرون؟ خب چون 2 مثبت بود داخل قدرم بره، قدر 2 خود 2. خب پس اینجا بچه‌ها اگر توان 2 برسه به 3، توان 3 با فرجه 3 خط میخوره، عدد میاد بیرون. پس اینجا بچه‌ها این توان نداره، چنده؟ 1. پس توان این 2 باید چی باشه که با این 1 بشه 3؟ جمعشون باید 2 باشه. ببین الان چی میشه؟ این دوتا وقتی تو هم ضرب بشن فرجه 3 میشه 2 به توان 1 ضرب در 2 به توان 2. صورت هم که چیه؟ 5 رادیکال 2 به توان 2 با فرجه 3. ببین مخرج رو نگاه کنید بچه ها، پایه ها برابر، یه پایه رو می‌نویسید، توانا با هم جمع میشه 1 با 2 3، فرجه هم که 3، صورت هم می‌نویسید. بچه ها صورتت رادیکال داشته باشه اشکال نداره، مخرج نباید رادیکالی باشه. وقتی گویم ببین توان 3 با فرجه 3 خط میخوره، 2 میپره بیرون، پس میشه این 2 به توان 2 رو می‌نویسم 4 با فرجه 3 تقسیم بر 2. پس اینم شد از گویا کردن با فرجه 3. حالا یکی دیگه هم بچه‌ها براتون حل کنم. مثلا باشه بچه‌ها رادیکال 7 با فرجه 3 تقسیم بر رادیکال x به توان 2 با فرجه 3. ببین ضرب خط کسر گفته گویا کنید بچه‌ها. هر وقت گفت گویا کنید یه ضرب در میذاری جلوی این کسرت، یه خط کسری میکشی. حالا نگاه میکنیم مخرجت، اگر فرجش 2 بود صورت و مخرج رو تو خودش ضرب میکنی. ببین اینجا فرجه 3 تو خودش ضرب نمیکنی، چیکار میکنی؟ 2 تا رادیکال میکشی با همون فرجه 3. حالا پایه تو همین پایه رو می‌نویسی، همین x پایه اینو می‌نویسی. توانش چی میشه؟ توانش باید یه عددی باشه که جمعش با توان این بشه 3. اینجا 2 بچه‌ها، اینجا میشه چی؟ 1. ببین بالا اینجا توان نداشت 1 بود، 1 با 2 میشد 3، اینجا توان 2 میذاشت. اینجا چون توان این 2، 2 با 1 میشه 3. یا میگه این فرجه رو منهای توان کن، 3 منهای 2 میشه 1. پس اینجا باید 1. خب حالا صورت‌ها رو تو هم ضرب می‌کنی، مخرجا رو تو هم. مخرجا که بچه x به توان 2 با x توان 1 میشه x به توان 3. 3 توان با فرجه خط میخوره، x میاد بیرون. صورت ها رو باز تو هم میتونی ضرب کنی بچه، میشه 7x با فرجه 3 تقسیم بر x. اینم بچه ها از گویا کردن. بچه ها امیدوارم که حل این نمونه سوالا بهتون کمک کنه که یه نمره عالی بگیرید. بچه اگر کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگولش هم روشن کنید تا به محض اینکه ویدیو بعدی رو میذارم خبردار بشید. ممنون میشم اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید، کامنت بذارید برام، نظراتتون رو بهم بگید. اگر بهتون کمک کرد که یه نمره خوب بگیرید حتما بیاید بهم بگید تو کامنت ها و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید که اونا هم بتونن استفاده کنن. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودید.